قاطعانه بهتون میگم که شما در حال حاضر دارید یکی از خاص‌ترین و زیباترین چاقوی سبک دگر رو تو دسته بنده ملاحظه میکنید. چاقویی که این ریزه‌کاری ها رو داره اثر استاد مهدی فضلی هستش. یه کاری که 0 تا 100ش کاملا دستساز بوده و جزء کارهای لیمیتد ادیشن. غلاف کار از این قسمت اگر ببینید یه غلاف تمام چوب هستش که با روکش چرم طبیعی و قسمت‌های پایین برنجی و قسمت بالای برنجی ترکیب شده و از قسمت پشتم به صورت دستی کاملا دوخته شده که این چرم روی این غلاف چوبی قرار میگیره و بعد از اون به این شاهکار میرسیم. شاهکاری که واقعا میتونم بگم بهتون که من تا به حال زیباتر از این مدل دگر ندیدم. اثر استاد مهدی فضلی هستش که همینطور که میبینید مهر ایشون هم توی این قسمت ضرب کرده. تیغه‌ای انگاری از زیر دستگاه بیرون اومده، انقدر که دقیق و با کیفیت ساخته شده. گارد کار دارید میبینید که این قسمت گارد کاملا دستیه، به هیچ عنوان ما از گاردهای آماده که اصلا نیستش توی بازار و همینطور که بهتون بگم کاملا تمام قسمت ها میلیمتر به میلیمتر دستساز هست و شما رو هم قسمت آنه میتونه سر ذوق بیاره. این قسمت شما ببینید که یک سازنده با ابزار محدود چه اثری رو خلق کرده و پین هایی که وسط پین این قسمت رو میبینید به صورت برجسته هستش و ما به اینا میگیم کله گارچی و قسمت هایی که این قسمت و این قسمت به صورت دستی جودانکاری شده و این جفتکاری حرفه‌ای که یک محصول به شدت خاص و ارزشمند رو خلق کرده.